سلام دوستان، به کانال یوتیوب نایت استوری خوش اومدید. داستان امشب درباره یک کتاب عجیب و ترسناکیه که یه مرد تنها با اون کتاب روبرو میشه و اتفاقای خیلی ترسناکی براش پیش میاد. اگر موافق باشین بریم و داستان امشب رو بشنویم. یه مرد تنهای میان سال که به خوبی و خوشی توی خونه‌ای زندگی میکرد، یک روز بعد از ظهر مثل هر روز از سر کار به خونش میره که یک مرتبه یک کتاب تقریباً 20 برگ جلوی در خونش پیدا میکنه. مرد سواد درست حسابی نداشت، فقط کلمات ساده رو میتونست بخونه، اما وسوسه میشد که کتاب رو برداره. وقتی کتاب رو باز میکنه و نوشته‌هایی رو میبینه که به زبان فارسی نیستن و نمیتونه اونها رو بخونه، حدس میزنه که این قرآن هست و گناهی که روی زمین باشه. پس اون کتاب رو برداشت و به خونش میبره. وقتی توی خونه دوباره کتاب رو باز میکنه، یه صفحه میاد که بزرگ نوشته برگردون. مرد کتاب رو میبنده و فکر میکنه خیالاتی شده، یا شاید چون داره پیر میشه احساس میکنه چشماش داره ضعیف میشه. سپس چون انگشتش رو لای کتاب گذاشته بود و همون صفحه رو نگه داشته بود، دوباره همون صفحه که کلمه برگردون نوشته بود رو میاره که میبینه هنوز هست. رنگ نوشته قرمز شده به علاوه یک تار موی دراز هم در همون صفحه وجود داشت. مرد کم کم داشت میترسید به تار مو دست نزد و به صفحه بعدی که میره میبینه که نوشته تار موی منو از این کتاب دور کن، دور کن، دور کن. مرد میان سال کتاب رو روی تلویزیون میذاره و میگه این دیگه چه مسخره بازیه. بعد به خودش میگه شاید به خاطر خستگی کاره یا به خاطر سوزش چشمامه، بهتره برم بخوابم. مرد میخوابه. بلند که میشه میبینه هوا در حال تاریک شدنه. میره دست و صورتش رو بشوره و وضو بگیره تا نماز مغرب و عشا رو بخونه. وقتی از اتاق خواب به حال میاد، یه نگاه هم به در حال میندازه و یهو میبینه که در ورودی ساختمون بازه و یه زن با یک چادر سفید پاک جلوی در حال ایستاده و تکون نمیخوره. بعد جلوتر میره و میگه خانم شما اینجا چیکار میکنید؟ شما با کی هستید؟ زن هیچ جوابی نمیده. مرد هر حرفی میزنه و هر عنوانی میکنه و هر کاری که میکنه زن نمیره و عکس العملی نشون نمیده. با خودش میگه چیکار کنم خدایا؟ اگه به پلیس زنگ بزنم همه ی همسایه‌ها و اهل محل حرف در میارن و هزار جور حرف و حدیث پشت سرم میگن و میگن این زن چرا دو خونه این همه آدم توی خونه اون رفته. من که کاری به کارش ندارم، اونم یک زنه، چیکار میتونه بکنه؟ اصلا شاید جا و پناهی نداره، اومده امشب رو توی خونه من بگذرونه و خجالت کشیده داخل خونه بشه، پس جلوی در حالی وایساده. بعد در ساختمون رو میبنده و قفل میکنه و هرچی به زن میگه حداقل بیا روی مبل بشین، زن هیچ توجهی نمیکنه. مردم نمازش رو میخونه و شام رو میخوره و نوبت به خواب میرسه. میره که بخوابه، چراغا رو خاموش میکنه. بعد نصف بدنش رو زیر پتو میکنه. چشماش باز بود و خوابش نمیبرد. همینطوری که چشماش باز بود میبینه یک سایه سیاه تاریک نزدیکش میشه و متوجه میشه که همون زن جلوی در هستش. زن چادرش رو یک گوشه پرت میکنه و موهای دراز و زرد و ژولیدش با یه لباس پاره پاره و با چشمای قرمز و صورت سوختش به مرد نگاه میکنه. زن ناگهان روی سر مرد میپره و به شدت گلوی مرد رو فشار میده و میگه بهت گفتم کتاب رو برگردونی سر جاش، تو گوش نکردی. بهت گفتم تار مو رو از کتاب دور کنی ولی تو اعتنایی نکردی. اصلا چرا کتاب رو برداشتی؟ دوست من اونجا خودش رو آتیش زد و این کتاب باید اونجا باشه. فردا اول وقت کتاب رو برمیگردونی و
سر جاش و تار موی من از اون کتاب دور میکنی. مرد که در حال خفه شدن بود به نشانه تایید سرش رو پایین میکنه و زن هم گردن اون رو رها میکنه. زن در حال رفتن بود که مرد از پشت سرش میگه اصلا این موزیک برای تو اینقدر مهمه، چرا خودت کتاب رو نمیبری و تار مو رو از کتاب دور نمیکنی؟ زن سری برمیگرده و در حالی که چشمای قرمزش در حال جوشیدن بود میگه من توانایی نزدیک شدن به اون کتاب رو ندارم احمق، و چادرش رو برمیداره و میره. مرد نگاش به پای زن که میفته میبینه پا نیست که سم خره. زن به در ساختمون که میرسه مرد میگه در قفل، صبر کن من. یک مرتبه میبینه زن از در رد میشه. مرد حیرت زده میمونه و با ترس و لرز میخوابه. فردا صبح اول وقت همون کارهایی رو که زن گفته بود رو انجام میده و به زندگی آروم و سابق خودش دست پیدا میکنه و از این بابت خیلی خوشحال بود و بعد به حال کسی که غافلانه آن کتاب رو برداره. اگر از داستان امشب خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.